وقت بخیر به همه بینندگان رسانه تصویری آن. خیلی خوش آمدید به برنامه مثبت آن در سومین قسمتش در اولین روز از آبان ماه 1403. خب امیر مهدی شبیری، سلام، عصر پاییزیتون بخیر. امروز می‌خوایم در مورد دیسک کمر ژاپنی در ایران صحبت کنیم. یه بخشی ببینیم، برگردیم و دیگه شروع کنیم ببینیم که بچه‌ها چی آوردن. خب امیر مهدی چی آوردی برامون امروز؟ دیگه تو سمت هوش مصنوعی نیستی و اومدی سر میز. بله، امروز اومدم سر میز با بخش علمی هم اومدم. در مورد دیسک کمر سفیر ژاپن میخوایم صحبت کنیم که توی تهران جراحی شد و خبرش هم حالا خیلی وایرال شد و خیلی شبکه‌ها کار کردن، شبکه خودمون هم کار کردن، اما میخوایم امروز مثبتش رو ببینیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. آها، تو چی شد که برات جالب شد؟ چون همونطور که گفتی هم شبکه خودمون کار کرد هم خیلی جاها. تو چه اتفاقی افتاد که گفتی میخوای ادامش بدی؟ اولا اینکه این قضیه به خاطر این بود که اصلا اورژانسی و اینا نبود، چون ممکن سوال پیش بیاد برای یه سریا که این یعنی مجبور نبود که نه مجبور نبود، خودشون خواستن که تو ایران جراحی بشن و اینجا جراحی شدن و خیلی هم راضی بودن. گفتن حتی توانایی ورزش کردن دارن و اینا. و خب جالبش اینجاست که ما وقتی اسم ژاپن اینا رو میشنویم طبیعتاً توقع داریم که خیلی تکنولوژی بالا و خیلی پیشرفته و اینا باشن، ولی می‌بینیم که سفیرشون تصمیم میگیره که تو ایران جراحی بشه. و حالا به جز ژاپن هم یه سری کشورهای دیگه هستن، مثلا آلمان، کانادا، یه سری کشورهای پیشرفته دیگه که باز ما خیلی ازشون میشنویم، ولی اونا هم قطعاً یه سری مشکلاتی دارن که حالا در ادامه بیشتر بهشون خیلی جالبه این که اسم ژاپن میاد. همونطور که گفتی خودت، بچه‌ها از بچگی ما هممون شنیدیم که آقا ژاپن مهد علم، ژاپن نمیدونم تهش آره تکنولوژی و یه سری برندهای معروف هم داره ژاپن. شما بله، تویوتا، سونی، پاناسونیک، لکسوس، اینا دیگه. بعد تازه ایشون اومده صادر کردن سفیرشون رو برای جراحی دیسک به ایران. که کمرشون به ما سپردن و ما هم خیلی خوب جراحی کردیم. دست شما در کار. راضی بودن. من که نه، ولی پزشکان لطف کردن، خیلی راضی بودن. و حالا ما گزارشش رو هم داریم، اگر آماده باشه میتونیم صحبتشون رو بشنویم و بعد در ادامه بیشتر در مورد پزشکی بریم این گزارش رو ببینیم، برمیگردیم اینجا با شما. از همه میخواستم بگم که من در ماه نوامبر جراحی کمر دیسک در تهران داشتم و من خیلی متعجب شدم از استانداردهای بالایی که در زمینه پزشکی در ایران داشت. الان حالشون چطور اون عملی که داشتن؟ من الان حتی میتونم ورزش هم بکنم. خب امیر مهدی یه سوال جالب پرسید حامد. موقعی که داشتیم میدیدیم این سوال برام پیش اومد، حالا که خب سفیر ژاپن رو ما عمل کردیم، یعنی ما توی بحث در واقع جراحی و اینا دیگه بهترینیم؟ همچین چیزیه؟ نه، خب این که قطعا دلیل نمیشه که چون ما ایشون رو عمل کردیم ما بهترینیم تو پزشکی و اینا. اما میتونم بگم که من چون خودم خیلی حساسم تو مسائل پزشکی و خیلی وسواس. بله، من در جریانم و مثلا بعد کرونا این چه ماهی هستی؟ من دی ماهی داره؟ آره من شنیدم بهمن ماهی ها اینجوریان. تو هم البته نزدیک؟ من آخره دی هم خیلی نزدیکم. خب همون. بله بعد داشتیم طالبینی خود را به ما بسپارید. و من خیلی خبرها رو دنبال میکنم. توی خبرها دیدم که حالا درسته که ما مثلا یه سری از زمان سیاه‌نمایی شده در مورد خیلی مسائل، ولی تو پزشکی واقعا خیلی حرف برای گفتن داریم. بله. و وقتی مقایسه میشیم با یه سری کشورها مثل همون آلمان یا کانادا و اینا، یه سری خبرها به گوش او میخوره که واقعا خیلی جالبه. مثلا پزشکای آلمان که چند وقت پیش از شرایط کاریشون، تایم زیادش و کمبود پزشک و درآمدی که داشتن خیلی ناراضی بودن. همینطور پزشکای اسلوونی و پرتغال و یا مثلا من اینجا یادداشت برداری کردم تو ایتالیا پزشکا و پرستارا تظاهرات کردن، اعتراض داشتن و خاطر تایم کاری، شرایطش، کمبود پزشک، حقوق کم. بله، یعنی پس تو اروپا که دیگه حالا باز اونم یه جورایی مهد علم و اینا محسوب میشه حالا به قول خودشون،
کمبود پرستار و پزشک جدیه. دقیقا مشکل جدیه و فقط اروپا هم نیست و ما توی قاره آمریکا هم کشور کانادا رو داریم که این مشکلات اونجا هم جدیه. اونجا هم جدیه و یه سری آمار هست که من حالا به ایران یادداشت کردم و اگر دوستان بتونن توی وال داشته باشیم نمودارش رو. مثلا ما تو کانادا یه خبری دیدیم چند وقت پیش که 22% از بزرگسالان نمودار اومد امیر مهدی. بله. چیه این نمودار یه بار دیگه میگی؟ این نمودار که تحقیق انجام داده یه شبکه معتبری و 22% از بزرگسالان کانادا که حدود 6.5 میلیون نفر میشن پزشک خانواده و یا پرستاری ندارن که بتونن بهش مراجعه کنن توی کانادا. و بعدی ایالت ها رو نوشته که حالا یه ذره واضح نیست، مثلا توی کبک و آتلانتیک خیلی این زیاده و تقریبا 30.9% افراد گفتن که هیچ پزشک خانواده‌ای ندارن. و مشکلاتی که توی کانادا وجود داره در پزشکی. بعد از اون هم میرسیم به یه اتفاقی که توی چند روز گذشته خیلی درش صحبت شد، مثلا تو کشور ترکیه، در مورد بیمارستان‌های ترکیه است، بیمارستان‌های خصوصیش که ما حالا یه ویدیویی هم از اون داریم که من براتون توضیح میدم. تازه بیمارستان‌های خصوصی ترکیه. بله بیمارستان‌های خصوصی. نکتهش اینه که انقدر این اتفاق بد و ناگوار بوده که مردم اعتراض کردن اصلا بیمارستان خصوصی رو جمع کنید. و این بوده که بیمارستان‌های خصوصی یه سری جرایم توش اتفاق افتاده بین پزشکا و پرستاران و ایناش که باعث مرگ 9 تا نوزاد و یک کودک 1 ساله شده و خیلی اتفاقات دیگه که حدود 89 تا پرونده تا این لحظه رفته به سمت دادگاه. بله و یه سری از پزشکا و پرستارشون دستگیر شدن. خیلی جرایمی که مثلا یکی دو تاش درس کرده، یکیش این بوده که بیش از حد نگه می‌داشتن نوزادا رو تو بیمارستان، مثلا مرخص نمی‌کردن خاطر اینکه پول بیشتری از بیمه و چیز دریافت کنن. یکی من یه چیزی هم شنیده بودم وسط صحبت امیر مهدی، عموما شیفت پرستارا تو ترکیه تماما لانگه، یعنی به صورت تمام وقت دارن فعالیت میکنن. آره خب یه فیلم ببینیم اگر آره، یه ویدیو از دستگیری پزشکان داریم. آره. من یه سوال میخوام یه خواهشی کنم امیر مهدی، به زبان همون ترکیه استانبولی میدونم بلدی، رو وال میخوایم ببینیم. بله. رو وال. آره به ترکیه استانبولی یه جمله دیگه هیچی گذشت، حالا بعداً میگیم بگی. خب توضیح اینو ولی من میتونم براتون ترجمه کنم که بچه 7 ماهه رو دکتر گفته به خاطر اینکه حالا امکان زنده موندنش نیست دیگه دستگاه رو بکشید. این دکتر دارن میبرن؟ بله دکتر رو به این شکل دارن. یعنی به اشتباه نه گفته که این دیگه موندنی نیست بکشید دستگاهشو. اینا همه دکترن پس؟ بله 47 نفر تا الان به عنوان متهم اعلام شده و دارن میرن به سمت دادگاه و بازجویی و اینا. 10 تا بچه فوت کردن یعنی مردن که البته میگن که به قتل رسیدن با توجه به ایرادای پزشکی که بوده. یعنی به قصد بوده یا نه کارشون؟ نه به قصد بوده. این از این راه پول در می آوردن، از راه کشتن بیمار پول. بله یا بیشتر نگه می داشتن یا مثلا از با بیمه یه سری. هنوز جزئیاتش خیلی نیومده چون که قاضی پرونده هم تهدید کردن. اینجا زیرنویسش داره اتفاق چه اتفاق اونجا اون زیر چی نوشته الان اون پایین؟ iddianamenin detayı sadece Habertürk'te. این در مورد اون خبرگزاریه که میگه من اختصاصی به این پرداختن و تلفناشون رو میگه تلفن کنشمالاره iddianame yansıdı. صحبتی که پرستارا با دکترا کردن که مثلا دکتر تلفنی گفته حلش کنید مثلا موندنی نیست و فلان و اینا. و اینم یه خبریه که خیلی چند روز جنجال به پا کرده دیگه. اصلا مردم ریختن بیرون گفتن آقا نمیخوایم بیمارستان خصوصی. و اینم شرایط پزشکا و یه سری پرستاراست که می‌بینیم تو ترکیه. خب متأسفانه دارن اینجوری می‌خواستم بگم اتفاقا خیلی جالبه چون مثلا همه کسایی که حالا ایرانیان مهاجرت میکنن کشورهای دیگه بحث پزشکی مخصوصا دندون پزشکی که میشه برمیگردن میگن ما اینجا می‌خوایم دندونمون درست کنیم. حالا یه بخشم به خاطر فکر کنم مالی و بیمه و اینا. ببین دقیقاً خواستم همینو بگم. آره اتفاقا ببین من خواستم اینو بهت بگم آیب سوید چقدر این دردناکه واقعا. ببین با توجه به این اتفاقایی که داره میفته من حس می‌کنم الان تو ذهنم همچین چیزی پیش میاد. پس به خاطر اینه که خیلی راحت‌تر دارن به پزشکای ما به پرستارای ما ویزا میدن یا ویزاشون خیلی راحت‌تر صادر میکنن که اینا در واقع جذب خودشون بکنن. به خاطر چی؟
به خاطر معضلاتی که خودشون تو کشور بله. خودشون آره، دارن. دانمارک مثلا دقیقاً. خیلی پرستار میگیره دقیقاً. راحت پرستار. دقیقاً خیلی دانمارک، جاها، نه فقط استرالیا، دانمارک. کانادا، خیلی از کشورهای سرشناس این مشکل رو دارن. پس به خاطر، حالا به گفته نیلوفر، به خاطر بیمه و شرایط مالی هم هست. اینی که برمیگردن یه سری حالا هموطنامون که میگی اونجان ولی به خاطر شرایط پزشکی، چون من خودم خیلی دیدم از آشناها و اینا برای پزشکی، مثلا برای کار دندون پزشکی یا عمل حالا زیبایی یا مثلا آره. عملای داخلی مثل بایپاس معده و لاغری و اینا، همه برمیگردن ایران، چون که ایران کلا خیلی از لحاظ پزشکی هم تو دانشگاهاش یعنی خیلی معتبره، دانشگاه علوم پزشکیش، و ما 53 تا حدودا دانشگاه معتبر داریم که 23 تاش علوم پزشکی ده، دانشگاه علوم پزشکی تو دنیا، و خیلی علمای پیشرفته‌ای که هست، سلول درمانی میشه، تقریبا اکثر سرطان‌ها رو ما میتونیم اینجا درمان کنیم، درصد بالایی از داروها تولید داخل هست و پروفسورهای خیلی بنام و معروفی داریم در قلب، در چشم، در مغز. خب و امیر مهدی، تا وقتو نگفتی میخوای، چون میخواد پیمان سرچ کنه توی هوش مصنوعی، سوال تو از پیمان بپرس، بعد برگرد توضیح تو بده تا جوابشو پیدا کنه. بله، میخوام سوالم این باشه که بهترین کشور دنیا از نظر بهداشت و درمان رو پیمان جان لطف کنه به ما بگه و اینکه چرا بهترین انتخاب شدن. خب تا پیدا کنه جواب رو تو بگو. بله، میخواستم بگم که اینجوریه، یعنی ما خیلی میبینیم که میان بخواد برای جراحی‌های مختلف ایران و حتی شیراز که حالا یه شهر خیلی توریستی و آثار باستانی و تاریخی داره و ما خیلی بهش افتخار میکنیم، ولی علاوه بر اون توریست‌ها که برای اون اومدن، شما تو شهر میچرخید میبینی خیلی هم اومدن مو بکار. آره من می‌خواستم بگم اینو. از هر 10 نفر که میبینی توی شیراز میتونم بگم 12 13 نفرش سرش پامپیچیه. مو رو بکارن و آره. یه نکته دیگه هم که بود، چند روز پیشم یا همین الانم فکر میکنم این اعتراضات دانشجوهای پزشکی ایران هست، یعنی اونور که میگین راحت قبول میکنن میپذیرن، خیلی‌ها باعث شده که اصلا بخوان برن اونور. حالا شرایط خیلی ایدئالی هم مثل این که نداره. من نه دیگه اینا، ولی متاسفانه اولش خب راحت پذیرفته میشن، مبلغای خوب پیشنهاد میشه، وقتی که میرن اونجا متوجه میشن که سختیاش چیه و چقدر ساعت کاری. چون الان مثلا شهریه دانشگاه آزاد 3 برابر شده، همه معترض شدن، بعد در نهایت حالا دیشب خبر رسید که نه این قانونیه و درسته، باید این اتفاق بیفته. چند وقت پیش هم پرستارا به خاطر اینکه حقوقشون عقب افتاده بود، مثلا چند ماه حقوق نگرفته بودن، معترض بودن، اونها هم قصد مهاجرت دارن، ولی در نهایت پس تو میگی که اونجا همچین خبری هم بله نیست. از لحاظ پزشکی دقیقاً همینطوره. و خب حالا ما بعد از سوال هوش مصنوعی من یه مطلبی آماده کرده بودم که حالا اگه آماده شده میخوام اونو بگیم، بعد آره ببینیم پیمان بدم خدمت. هوش مصنوعی میگه که بهترین کشورها از نظر بهداشت و درمان معمولاً با توجه به معیارهای همچون دسترسی به خدمات بهداشتی، کیفیت مراقبت‌های درمانی و هزینه‌های بهداشتی و رضایت شهروندان ارزیابی میشن. بعد اومده یه جمع‌بندی کرده، میگه در این راستا 2 تا کشور سوئیس و ژاپن اغلب به عنوان 2 کشور پیشرو شناخته میشن. بعد میاد فرق بین سفیرش اومد ایران. آره بین سوئیس و ژاپن هم حالا داره میگه سوئیس این کشور به ویژه در ارائه خدمات درمانی به شهروندان به خوبی عمل کرده، اگرچه هزینه‌ها بالا. در مقابل ژاپن میگه که توی ژاپن یکی از کشورهایی که بالاترین متوسط عمر رو تو جهان داره. اصلا قیاس ژاپن به خاطر این من فهم کردم ژاپن مهد عذرخواهی باشه، چون ایران هم هست. ولی آره توی زارن پزشکی هم دارن ماهی و اینا میخورن. خب امیر مهدی یه جمع‌بندی بکن خیلی کوتاه بکنم. فقط این که اینجوری نیستش که حالا ما چون این خبر رو گفتیم بگیم که کشورهای مثلا اسمش خیلی معروفن، اسمشون خیلی شنیده میشه تو همه فاکتورها بدن، نه قطعا اونا به خاطر اتفاقای خوبی که داشتن، آمارای خوبی که داشتن انقدر اسم و رسم داشتن، مثل ژاپن و حالا کانادا و آلمان اینا. ولی تو پزشکی میخوام بگم که ما هم چیزی اونا کم نداریم و واقعا حرف برای گفتن داریم تو این قضیه. و در تو به استناد رسانه‌های خودش بله یورو نیوز بود اون خبری که گفتم در مورد کشور آلمان و اسلوونی و اینا، ویدیو هم که مال خود ترکیه، خبرگزاری خود ترکیه بود، اون سایت کانادایی هم باز مال خودشون بود. و اینجا من میخوام تو پایان این صحبت یه تشکری از دکترها کادر درمان بکنم که از سالی که دیگه شروع میکنن جدی وارد این قضیه بشن، واقعا تمام تایم عمرشون رو میذارن و اینکه با خوشرویی و صبوری تمام این سختی کار رو میپذیرن و با بیمارایی که حالا سن بالاتر دارن یا شرایط اقتصادی سخت‌تر یا از راه دور و شهرستان و اینا میان،
با خوشرویی و مهربونی رفتار میکنن. واقعا ازشون ممنونم و من خودم یکی از مزاحمای همیشگیشونم، چون این قضیه وسواس دارم. همیشه سرم داره میزنه، نمیدونم چرا. آره یه بارم باید با سرم بیای توی برنامه هست. بذاریم میل سرمو. ما با امیر مهدی 30 شب تئاتر اجرا کردیم، 27 شب امیر مهدی با سرم میرسید. سر اجرا هم با سرم میومد؟ نه اون آخر دیگه ما میکشیدیم که میومد داد. یه مشکل کرونا به وجود اومد. کرونا نداشتی ولی بعدا هم دکتر گفت اون لحظه نگفتم نترسی چون اجرا داری، چون من خودم فوبیای مریضی دارم کلا. خیلی سپاسگزارم. یه بخشی رو ببینیم، برگردیم برسیم به بسته بعدی که امروز بچه‌ها آماده کردن.